خون میخوای واسه چی؟ خودم میخوام. نمیدونی من خونشام شدم؟ مسخره. جدی باش. تا نگی نمیذارم بریم. برو کنار جل. اگه نمیتونی کمکم کنی مانع کارم هم نشو. کمکم اینه که نذارم خودتو بندازی تو دردسر. من نگرانتم دختر. میخوای واقعیت رو بدونی؟ ببین عزیزم، یه آدم داره میمیره، به خون و دارو احتیاج داره. برای یک بارم که شده پرستار خوبی باشه.